گروهی از جوونا تصمیم میگیرن با استفاده از کارت‌های تاروت آینده خودشونو پیش بینی کنن، اما هر بار که یه کارت میکشن دنیای واقعی رو به طرز عجیب غریبی تغییر میده و اونا رو درگیر ماجراهای خطرناک و غیر منتظره‌ای میکنه. اگه میخوای بدونی دقیقاً داستان این کارت‌های ترسناک چیه و عاشق فیلم‌های ترسناکی، حتما تا آخر ویدیو رو با ما همراه باش. قبل از هر چیزی یادتون نره که حتما اون دکمه حسابو بزنین، زنگوله بغلش هم روشن کنین و روی آل بذارین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود شد سریع ازش با خبر بشین. فیلمگاد اومده با تاروت. داستان اینطوری شروع میشه که چند تا جوون واسه آخر هفته میزنن بیرون و یه خونه رو تو ناکجا آباد اجاره میکنن. بعد از اینکه آبجوهاشون تموم میشه میرن تو زیرزمین اون خونه تا ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه. به اینم توجه نمیکنن که رو در زیرزمین نوشته وارد نشوید. مثل بقیه فیلم‌های ترسناک سرشون رو این خر میندازن پایین و میرن تو. بعد از اینکه یکم میگردن متوجه میشن جای مشروب کلی چیز عجیب غریب و ترسناک تو اون زیرزمینه، تا اینکه اون پسر توپله که اسمش پکستونه یه جعبه از کارتای تاروت رو پیدا میکنه. الیز هم از این موقعیت استفاده میکنه و چون اون شب تولدشه از هلی، این دختره که خوب طالبینی و بلده، میخواد که واسه همشون فال بگیره. نفر اول هم خود الیز پیش قدم شد، با اینکه هلی بهش گفت یه قانون نانوشته است که میگه نباید از کارتای یه نفر دیگه استفاده کرد. هلی شروع کرد به فال گرفتن واسه الیز و کارتا رو دایره‌ای چیند. نتیجه فالی که برای الیز گرفت این بود که وقتی داری از نردبون ترقی بالا میری بهتر آرومتر پیش بری، چون ممکنه زمین بخوری. نفر بعدی لوکاس بود. طالبینی اون میگفت که یه تصمیم نادرست میگیری و یه راه اشتباه میری، پس همیشه یادت باشه که راه درست از کدوم طرفه. وسط این فال گرفتنا پکستون بلند شد که بره دستشویی. تو راه رو یه سری صداهای عجیب غریب شنید. همزمان در خونه هم داشت واسه خودش تکون میخورد. اون وقتی رسید لب در، دوتا چشمای قیافه ترسناک دید، اما وقتی لامپا خودش روشن شد دیگه هیچ کی اونجا نبود. خلاصه اون شب هلی به ترتیب فال بقیه و حتی فال خودش هم گرفت. هر کدومشون یه جواب عجیب غریب و مرموزی واسه شون میومد. صبح روز بعد از اون خونه حرکت کردن سمت شهر خودشون. وقتی شب رسیدن هر کی رفت سمت خوابگاه خونه خودش. الیز وقتی که از حمام بیرون اومد یه صدای عجیب غریبی شنید. اون همون نردبونی که تو فالش اومده بود و دید. نردبون رو داد بالا و رفت سمت اتاق خودش. اما وقتی داشت با گوشی صحبت میکرد در اتاقش محکم به هم خورد. صدای خنده ترسناکی رو شنید. بازم مثل بقیه فیلم‌های ترسناک رفت تا ببینه چه خبره. اون نردبون از زیر شیروانی دوباره اومده بود پایین. یه نفر پشت سر الیز بود ولی اصلاً اونو ندید. اون فکر کرد دارن اسکلش میکنن، اما قضیه ترسناکتر از این حرفا بود. از نردبون رفت بالا ولی هیچ کدوم از دوستاش اسکلش نکرده بودن. مدام صدای پا و خنده یه نفر اونجا حس میشد. الیز وقتی دوباره سرش آورد بالا یه سری صلیب برعکس اون کارت فال شدی. همون عکس روی کارت وقتی اومد جلوی چشاش از نردبون پرت شد پایین و به طرز فجیعی کشته شد. اگه تا اینجای داستان این فیلم ترسناک رو لذت بردین یادتون نره لایک کنین تا بریم سراغ ادامه داستان و بقیه دوستای الیز. بعد از این اتفاق اونا دوباره دور هم جمع شدن. قرار شد هیلی شبو پیش اون دوستش که دیشب با الیز تلفنی صحبت کرده بود بمونه، چون حسابی ترسیده بود. همه دوباره رفتن سمت خونه هاشون و قرار شد هیلی اگه کاری داشت فوراً زنگ بزنه. حالا انگار نوبت لوکاس شده بود. راهش رو اشتباه انتخاب کرد و رفت سمت مترو. تو همون مترو گیر افتاد و همون موجود شیطانی روی کارت فالش جونش رو ازش گرفت. انگار که اون کارتا هیچ راه فراری قرار نیست واسط بذارن. روز بعد اونا فهمیدن که لوکاس هم مرده. دوتا بازرس اداره پلیس اونا رو بازجویی کردن و چند تا سوال ازشون پرسیدن. تنها کمکی هم که خیر سرشون تونستن بکنن این بود که گفتن قتل اتفاق نیفتاد و برای اطمینان همتون برید سمت خونه هاتون و اصلاً بیرون نیایید. قرار شد اون شب همشون پیش هم باشن. پکستون اسکول فکر میکرد که داستان یه داستان جناییه که یه قاتل سریالی افتاده دنبالشون.
اون قاتلم دقیقاً بین خودشون نشسته. ولی همشون خوب میتونستن که اون کارتا یه چیزیش بود. هیلی که باهوشتر از اون خلاصلا بود بهشون توضیح داد که همه فالا دارن تعبیر میشن. الیز از نردبون افتاد و مرد. لوکاس هم راه اشتباه رفت و یه قطار زد خورد و خاک شیرش کرد. هیلی یکم راجع به طالع‌بینی تو گوگل سرچ کرد و فهمید که یه سری دیگه از آدما هم تو یه کشور دیگه دقیقاً همین اتفاقا بعد از فال گرفتن واسهشون افتاده. پس تصمیم گرفتن برن سمت خونه یه فالگیر حرفه‌ای که آدرسش رو از تو گوگل پیدا کرده بودن. وقتی که رسیدن در خونه اون فالگیر حرفه‌ای، هرچی که اصرار کردن در رو باز نمی‌کرد تا اینکه هیلی بهش گفت دوستام دارن به خاطر فالی که من براشون گرفتم میمیرن. تا حرف از اون کارتای تاروت و مردن شد، اون فالگیر بالاخره در رو باز کرد. اون طالبین 0 تا 100 ماجرا و داستان کارتای تاروت رو پرسید. هیلی هم داستان رو مو به مو واسش توضیح داد. اون فالگیرم از داستانهای مشابهی که واسه خودش و بقیه آدما بعد از فال گرفتن با این کارتای تاروت اتفاق افتاده بود واسهشون گفت. لندن سال 1988. اون فالگیر و دوستاش تصمیم گرفته بودن آخر هفته رو برن سفر که از اون سفر فقط یکیشون زنده موند. مشخصه دیگه خود این فالگیر چون فقط فال دوستاشو گرفته بود، نه خودش. اون پیرزن یه داستان قدیمی رو هم که مربوط به 10 سال پیش بود از کارتای تاروت تعریف کرد که منشأ نفرین شدن این کارت‌ها برمیگرده به مجارستان سال 1798. یه نجیب زاده و زنش منتظر تولد اولین بچه‌شون بودن. اون نجیب زاده یه طالبین شخصی داشت. اون طالبین تشخیص داد که زن و بچه اون لرد موقعی زایمان جفتشون از دنیا میرن. طالبین و دخترش به وسیله همون نجیب زاده تبعید شدن. چند روز بعد دقیقاً همون اتفاقی که طالبین پیش بینی کرده بود افتاد. زن و بچه اون نجیب زاده مردن. بعد از این اتفاق طالبین رو به جادوگری متهم کرد و دخترشو کشت. اون طالبینم برای انتقام فال اون نجیب زاده و تمام نزدیکانشو گرفت و بعدش هم خودشو کشت. روحشو داخل کارتای تاروت محبوس کرد و سرنوشت خودش و اونا رو به هم گره زد. چند روزی بیشتر طول نکشید که اون نجیب زاده و تمام کسایی که فالشون گرفته شده بود مردن. از اینجا به بعد بود که هر کسی با این کارتا فالش گرفته میشد به طرز عجیب غریب و مرموزی کشته میشد. دیگه این که چه اتفاقی برای بقیه این آدما قراره بیفته اونو دیگه بهتره خودتون ببینین، چون هیجان فیلم از اینجا به بعد بیشتر از اینم میشه. بیشتر از اینم اسپویل نمی کنم که از دیدن فیلم مثل همیشه لذت ببرین. از طریق لینک چنل تلگرام که داخل دیسکریپشن قرار دادم میتونین فیلم رو به صورت دوبله فارسی یا زیرنویس چسبیده دانلودش کنین و کیفش رو ببرین. و اما تاروت، این فیلم با ترکیب عناصر ماورایی و درام روانشناختی تماشاگر به یه سفر اسرارآمیز میبره. کارگردانی نسبتاً خوب و فیلمنامه‌ای که به خوبی پیچیدگی‌های داستان رو به تصویر میکشه از نقاط قوت این فیلم به حساب میاد. از بین بازیگرای فیلمم بازیگر اصلی فیلم یه اجرای قوی و باورپذیر رو از خودش به جا میذاره که همین باعث میشه مخاطب ارتباط بهتری با این بازیگر برقرار کنه. موسیقی متن فیلمم با ایجاد فضای مرموز و تا حدی ترسناک هیجان خوبی رو برای بیننده برمغان میاره. فیلمبرداری تاروت هم در حد قابل قبوله. از نکات ضعف فیلم میشه به بازی آبکی بازیگرا غیر از شخصیت اصلی داستان و تا حدی کلیشه‌ای بودن قسمت‌های از داستان فیلم اشاره کرد. ولی قطعاً تاروت ارزش یه بار دیدن رو داره. اگه تنها ببینین هیجان نسبتاً خوبی براتون برمغان میاره. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارین فیلم‌های ترسناک که بیشتری معرفی کنیم حتما لایک کنین و کامنت بذارین. اینجوری ما هم انرژی بیشتری میگیریم. تا ویدیوهای بعدی و معرفی یه فیلم دیگه میبینمتون.